راه برگشت گاهی زیباتر از رسیدن است. در دل یک روز آرام پاییزی، وقتی آسمان آبی مثل آینه شفاف بالای سرمان کشیده شده بود، گروه کوهنوردی ما تصمیم گرفت مسیر را نیمه کار رها نکند، اما به قول هم نرسد. صخره‌های بلند روبرویمان حال و هوای عجیبی داشتند، انگار می‌گفتند مهم صعود نیست. مهم این است که مسیر را حس کنی. وقتی فهمیدیم ادامه راه امن نیست، برگشت را انتخاب کردیم، اما آنچه در راه برگشت دیدیم از 1000 قله زیباتر بود. برگ‌های نارنجی زیر پا مثل فرش پاییز پهن شده بودند و هر قدم صدای خشخش دلنشینی داشت. نسیم آرام می‌وزید و بوی خاک نم خورده را در هوا پخش می‌کرد. ما روی یک صخره بزرگ ایستادیم، نه برای فتح قله، برای اینکه لحظه‌ای به عقب نگاه کنیم و ببینیم چقدر راه آمده ایم. کوه زیر نور طلایی عصر پاییزی می‌درخشید و سایه‌های بلندمان روی سنگ‌ها کشیده می‌شد. همونجا بود که فهمیدیم زیبایی کوه فقط در رسیدن نیست، در شنیدن سکوتش، لمس صخره‌ها و خنده‌هایی است که در مسیر میان دوستان پخش می‌شود. در راه برگشت، هر بار که پشت سر را نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم آسمان آبی چطور روی دامنه‌ها می‌لغزد و پاییز چطور رنگ‌هایش را روی کوهستان پاشیده است. این ویدیو داستان فتح قله نیست. داستان بازگشت آرام، زیبا و پر از لحظه‌های واقعی ماست، لحظه‌هایی که همیشه در ذهنمان می‌مانند. لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله لطفاً بزنید، بیشتر انرژی بگیریم برای چالش سفرهای بعد.